خب درود به شما دوستان عزیز. من خیلی فکر کردم که بعد از الفبا چی رو یاد بگیریم. شما برای اینکه بتونید صحبت کنید نیاز به فعل دارید. دقت کردید؟ من در زبان آلمانی کلا در زبان به سریع صحبت کردن خیلی تاکید دارم. به خاطر این سریعا رفتم سراغ پایانه فعل. ما در اینجا میخوایم یاد بگیریم که ما در پایانه یک فعل چه حروفی رو بایستی در واقع چی کار باید بکنیم. پایانه های فعل ما چی جوریه؟ مثلا ما در زبان فارسی میگیم من رفتم، تو رفتی، او رفت، ما رفتیم، شما رفتید، آنها رفتند. در واقع در زبان آلمانی هم به همین شکل. دقت کنید من این فعلا رو مینویسم با پایانه البته. ich یعنی من. خب ما در اینجا ضمایر شخصی رو هم داریم یاد میگیریم. پس بذارید بنویسم پایانه فعل و ضمایر فاعلی یا ضمایر شخصی. خب اینجوری بهتر شده اتفاقا. خیلی خوب. حالا ich بچه یعنی من. خب du یعنی تو، er یعنی او مرد، sie یعنی او زن، es یعنی اویی که نه مرده نه بگی چی؟ نه زنه. در واقع خنثی هستش. خب این سه تا. بعد ich تلفظش دقت کنید. ich یعنی من. wir یادتونه من در جلسه پیش گفتم، در درس پیش گفتم که هر جا ا رو در پایان واژه دیدید در واقع به شکل ا تلفظ میشه. wir یعنی ما. خب یعنی چی؟ ما. خیلی خوب. دوباره اینجا چه جالب، چقدر خوب. ما دوباره اینجا چیز داریم، داریم در واقع. این بایستی به چه شکل تلفظ شه؟ بگید ای باید تلفظ شه. این دوتاش هم به شکل ای باید تلفظ کنید. wir ihr یعنی شماها، ihr یعنی شماها، wir یعنی ما. خب چه جالب، این هم در واقع ای تلفظ میشه. بله نگید ببین من انگاری که دوتا ای رو پشت سر هم میگم. خب زی و اس. مرسی. خب اما آنها چی میشه؟ آنها میشه زی. شما محترمانه میشه بازم زی. پس ما اینجا سه تا زی داریم. بله یه زی محترمانه که این اسش همیشه بزرگه، فراموش نکنید همیشه اسش بزرگه. یه زی داریم به معنای آنها، یه زی هم داریم به معنای اون خانومه. پرسش پیش میاد موری من از کجا بتونم تشخیص بدم فرق این زی رو با این زی رو؟ خیلی خوب، در صحبت شما متوجه میشید. مثلا وقتی یه نفر آلمانی به شما میگه که او آدم خوبی است، او یک معلم است، خب یقینا شما به عنوان مخاطب میدونید در واقع در مورد کی داره صحبت میکنه. درسته یا نه؟ به خاطر این اونجا از زی استفاده میکنیم. ولی وقتی که مثلا یهو سرش برمیگردونه دارید در مورد مثلا 20 نفر آدم صحبت میکنید، یهو اون سرش برمیگردونه میگه مثلا اونا دارن میان، اینجا هم از آنها یا زی استفاده میکنه. باز شما متوجه میشید که منظورش آنها هست. خب زیاد توضیح تئوری ندم، بریم سراغ کار. پس الان شما ضمایر شخصی رو شناختید. ich du er sie es wir ihr sie و sie. حالا دقت کنید من چه میکنم. هر وقت جمله رو شروع کردی همیشه حرف اول واژه اول جملت باید چی باشه؟ لطفاً بگید. باید حتما حرف بزرگ باشه. ببین بزرگه. میشه کوچیکشی بنویسی؟ آره اینم کوچیکش. ولی شما باید بزرگ بنویسید. خب ich wohne. تو چی میشد؟ du merci wohnst. توضیح نمیدم فقط مینویسم. چه جالب موری رو بزرگ نوشته اینجا. بله زی این زی که میشه او زن اسشو بزرگ نوشتی، شبیه زی محترمانه شد. بله ولی معنی زی محترمانه نمیده. اس ووند. بذارید یه خورده من این رو بکشم این برتر که اینجا جا بشه. خیلی هم عالی. خیلی خوب. بعدی
بگید wir. دیگه اینجا جمع هست بچه ها. دقت کردید؟ دیگه در حالت جمع اوضاع فرق میکنه. wohnen. مرسی. خب باز هم یک مقدار من این رو چیز کنم که خیلی خوب شد. خب اما زمانی که به وی میرسیم چون اسم در واقع در حالت جمع هست بایستی آخرش این ان کامل بیاد. بذارید همه رو بنویسم بعد توضیح میدم. ihr wohnt. آنها wohnen و sie wohnen. من قرمز نوشتم اینو. نکته: شما زمانی که از ich استفاده میکنی یعنی میخوای بگی ich، فعل شما پایانش میشه چی؟ ا. پایانش ا خواهد شد. ich wohne. فعل های دیگر رها کن. الان ما داریم روی چی کار میکنیم؟ پایانه. ich wohne. من با موس من بیاد. من زندگی میکنم. این امه میکنم در واقع همین ا هست. تو wohnst. تو زندگی میکنی. du wohnst. خب sie es wohnt. او زندگی میکنه. wohnt. wir wohnen. چجوری در حالت جمع در واقع هیچ عوض نشد، شبیه حالت مصدریشه. بله بچه اینی که این بالا نوشتم مصدره. خب حالا من فرقش رو با اسم مصدر اینا خواهم گفت. این فعل نیستا. هرگز نگید من توی واژه‌نامه یه فعل پیدا کردم. این فعل نیست. فعل اینه. چرا اینا فعله؟ شما میگید که شکل این که شبیه اینه. پس چطوری این فعل نیست؟ براتون میگم. بذار تا آخر مطلب رو برم. اینجا میشه چی؟ ihr wohnt. اینجا میشه چی؟ sie wohnen. یعنی آنها. این آنها هستش. ممکنه شکلش با این یکی باشه ولی این به معنای آنها هست. خب و اینجا هم sie wohnen. اما نکاتشو بگم خیلیمون راحت کنیم. نکته در واقع کجا بود؟ اینجا فعل. ببینید فعل در زبان کلا در ادب دستور زبان یعنی شما بایستی در اون شخص و زمان رو پیدا بکنید. حالا به من بگید wohnen زندگی کردن. به من بگید کی زندگی میکنه؟ شما نمیدونید. زندگی کردن شما میدونید که ان در انتهای یک فعل در زبان پارسی مصدر میکنه. اینو میدونید. پس این wohnen میشه زندگی کردن. میشه چند تا مصدر دیگه هم بگید. گفتن، خوردن، رفتن، آوردن، بلند کردن. همینو میشه مصدر. ولی اینجا میگه ich wohne. کی؟ یک شخص داره یعنی ich. دو زمان داره. من الان زندگی این گذشته نیست. زمان حالت ساده است. زمان مضارع اخباریه. خب پس هم شخص داره. این شخصش هم زمان داره. اینم همچنین. شاید شکلش شبیه این باشه. شخص داره. شخصش کیه؟ زی محترمانه. زمانش کیه؟ wohnen. زمان حالت ساده است. گذشته نیست. خب موری از کجا تشخیص بدیم این زیه با این زیه فرق داره؟ تو گفتمان مشخص میشه. وقتی من شما صحبت میکنیم من به شما میگم شما، منظورم آنها نیست که در زبان آلمانی. دقت کنید تو گفتگو مشخص میشه. خب پس این پایانه ها رو الان ما یاد گرفتیم. من دیگه خیالم راحته. من میدونم زبان آموز من که شما باشید هم ضمایر شخصی رو میشناسید هم پایانه فعل ها رو میشناسید. الان خیالم راحته که بتونم وارد مباحث دیگه بشم. منتها چون کارمون اصولی تر از دوران قبلیه من همه رو مینویسم روی در واقع میز کارم و اونجا قشنگ میتونم همه رو برآورد کنم چی بگم چی نگم و شما رو با احتیاط وارد زبان آلمانی کنم. شما رو به خداوند مهربان و قادر میسپارم، کسی که ما رو میبینه و همیشه مراقب ماست و بدخواهان در انتها روسیا خواهند شد. درود به شما. صبحتون سحریتون بخیر. دو ایران با شماست. کوچیکتون فرهمند. بای بای.